آیاتی درباره قارون خونده شده. این میلیاردر زمان خودش که کلید خزانه هاش قافله شتر بار بود، یه روزی در زینتش با اون تکبر و تجبر و خودخواهی در اوج تبخترش آمد تو خیابون با کل خدم و حشمش و بردگانش، با غرور خاصی راه میرفت روی زمین خدا، زیر آسمان خدا، با مال خدا، با مالی که خدا در اختیارش گذاشته. این مال خودم با بازوی خودم، با فکر بیزنسمنی خودم به دست آوردم، با ذکاوت و هوش خودم برم به فقرا بدم. وقتی بیرون آمد در یک موکب عظیم و باشکوهی، فقرا تمنا کردن که کاشکی اون چیزی که قارون داشت ما داشتیم. یک دفعه خدا زمین و زیر پای قارون با مال و خزائنش و قصرهاش باز کرد. فخسفنا بهی و بداره الارض. خسف، خاف سین ف یکی از انواع عذاب هاست. ما قذف داریم، خسف هم داریم. قذف قاف و ذال و ف یعنی سنگریزه پرتاب کردن که به طرف قوم لوط پرتاب شد، به طرف قوم ابرهه حبشی پرتاب شد. طیر ابابیل تو منقارهاشون بود، سنگریزه های از سجیل آتشین. علامت گذاری شده بود که این سنگ از تو منقار این پرنده باید سر این کافر بخوره. سبحان الله. مثل موشک های استینگیری که هواپیماهای جنگی و موشک ها رو دنبال میکنه، خیلی سبک، سن آمریکاست، تا اون به هدف نزنه، به هدف نخوره چه؟ علامت گذاری شده بوده. اما خسف این که زمین زیر پای ظالم و متکبر و خودخواه باز بشه. فخسفنا بهی و بداره الارض. میگه ما زمین و زیر پای قارون چه باز کردیم و بدارهی و قصرش و ممتلکاتش. بعد زمین به هم آمد. زمین معموره، باز شو باز میشه. آسمان شیر تو باز کن ببار میباره. در همین سیل اخیر در استان گلستان 65% باران یک سال در 24 ساعت آمد. کی طاقتش داره؟ این دریا اینطور آرام میاد برمیگرده، میاد تا تو کوچه میاد برمیگرده. چه تضمینی هست که یک دفعه چه از تو کوچه بیاد از سر ما رد بشه بره به کوه گنو برسه؟ چه تضمینی هست؟ بعضی انسان ها تو خواب سکته میکنن، یه جیغی میزنن، فریادی میزنن. خیلی از جوان ها ما شاهدش بودیم که تو خواب سکته کردن، خوابیده کنار همسرش، یک دفعه تو خواب بلند میشه یه جیغی میزنه، تق به زمین میفته. ولی خیلی از انسان ها به آغوش مرگ رفتن، شهادت در راه خدا. همون فقرایی که تا دیروز میگفتن چه کاش که ما به جای این بودیم، الان گفتن الحمدلله که ما جای اون نیستیم. سبحان الله. میلیاردر زمان رفت ولی فقرا موندن، تاجر رفت ولی فقیرا موندن. تاجر باید اگر میلیاردر زمان خودش باشه تواضع فقیر ندار داشته باشه که وقتی با خدمش با خدمتکاراش میچرخه تشخیص داده نشه که این تاجر، این ارباب، این فقیره. مالدار مسلمان باید اینطوری باشه، فقیر رو کوله بکنه. امروز هم سرمایه‌دارانی هستن که فقرا رو کوله میکنن، یتیما رو بغل میکنن، آب بینی یتیم رو لباسش سرازیره نمیگیره و توی لباس هم خراب شد. اگر یه برادر سبز رنگی سیاه پوستی تو جمع باشه، الان بیاد اینجا یه برادری که جیبش خالیه، فقیر، نان شب نداره، بیاد اینجا پیش من دست من بگیره، نگاه دست من بکنید، یعنی 5 دقیقه بعد دست من سیاه میشه، فقرش از جیب اون منتقل میشه به من. اینطوری نیست. برادرای فقیرمون، اونایی که کمی سبزه ترن، اونا رو با آغوش بکشیم، دستشون رو درست بفشاریم. انسانیته.
اون از کرامت انسانی برخورداره، درست مال نداره. این داستان قارون اما یکی از سرمایه‌داران به نام مشهور جهان اسلام در صدر اسلام شخصی نیست مگر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. یک کتابی نوشته شده رجال حول الرسول، مردانی پیرامون رسول صلی الله علیه وسلم، ترجمه شده به زبان فارسی. این کتابو حتما بخرید. زندگی نامه بیش از 60 تا از بارزترین شخصیت‌های یاران پیامبر و شخصیت‌های بزرگی که پیرامون پیامبر بودن صلی الله علیه و سلم و در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شدن، که یکیشون عبدالرحمن ابن عوف بود که جزو سابقین اولین بود به اسلام. در همون روزهای اول اسلام بعد از اینکه ابوبکر صدیق به اسلام گروید پیشنهاد داد به 4-5 نفر، به 7-8 نفر که یکیشون سعد ابن ابی وقاص بود، دوم عثمان ابن عفان بود، سوم طلحه بود، چهارم زبیر بود، پنجم عبدالرحمن ابن عوف بود. اینا همشون از اون 10 نفرن که پیامبر در حیاتشون به اونها روی زمین راه میرفتن. گفت شما 10 نفر یار بهشتی هستید، شما 10 نفر بشارت بهشت به شما میدم. سبحان الله، روی زمین داره راه میره، پیامبر بهش میگه تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی. نابردرنج گنج موثر نخواهد شد. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، همینطوری بهشتی نشدن. جبرائیل وقتی که نازل میشد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفت سلام خدیجه برسان، سلام عایشه برسان. سبحان الله، یک زن به کجا میرسه که جبرائیل امین میاد، فرمانده کل فرشتگانه، مطاع ثم امین، 2 تا بالش کل افق در سدرة المنتهی میپوشونه، فرمانده کل فرشتگانه. یک روزی عبدالرحمن ابن عوف 1/8 اسلام بوده، نفر 8 بوده. وقتی که اسلامشو اعلام میکنه مورد اذیت و آزار قرار میگیره. در هجرت اول به حبشه چه هجرت میکنه، برمیگرده به مکه. در هجرت دوم هجرت میکنه به حبشه و بعد برمیگرده و بعد به مدینه هجرت میکنه، شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقط با لباس تنش. اون موقع عبدالرحمن میلیاردر نبوده. وقتی میره به مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم رابطه اخوت و برادری بین انصار و مهاجر قرار میده که حتی از همدیگه ارث میبردن. به برادر انصاری به اسم سعد ابن ربی گفت این عبدالرحمن برادر توست. مالدارترین اهل مدینه، یکی از مالدارترینشون همین سعد ابن ربی بود که برادر انصاری چه عبدالرحمن ابن عوف بود. گفت ای برادر نگاه به خانه من بکن، هر کدوم از خانه ها میخواهی تو انتخاب بکن مال تو مال من نگاه کن، هر چی به دردت میخوره تو میپسندی مال تو بوستان من، تو زندگی من. دعای خیر کرد، گفت بارک الله فی بیتک و مالک و اهلک و بوستانک دلنی علی السوق. راه بازار نشونه من بده بازاری های عزیز. 6-7 تا از عشره مبشره به بهشت بازاری بودن. بازار ملعون نیست، بازار بدترین جا نیست. هر جا که آدم غافل باشه اون بدترین جاست. اگر تو بازار، تو همین بازار بندر عباس، تو همین بازار طلافروشی دبی، تو میگم تو باریس گالری، من هر وقت دبی میرفتم چند سالهای قبل که میرفتم دبی، میرفتم باریس گالری. اونجا لوکس ترین تو کشورهای خلیج، هر سال رتبه اول میاره. 600 تا از جوانای خودمون که خیلی لوکسن اونجا چه؟ اونجا کار میکنن تو مجموعه باریس گالری. جوانایی هستن که باور بکن تو کشو و میزشون همونجا تو موبایلشون سخنرانی